سلام، اینجا منطقه آزاد. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. اومدیم با کاملترین آموزش پیچیدن اکلیل سرنج با ما همراه باشید. خیلی ها میخوان که اکلیل سرنجشون همچین گرد درست بشه. حالا اومدیم که آموزش بدیم. نیاز به همونجور که میدونید نیاز به سنگ و ترکیب اکلیل سرنج که توی ویدیو قبلی آماده کردیم و داریم با یه نوارچه است با یه دونه پلاستیک. اول از همه پلاستیک را به اندازه دلخواه برش میدیم. هر چقدر بخوایم مواد بریزیم، ترقم هر چقدر بزرگ باشه تعداد سنگ داخلش باشه برش میدیم. این سنگ های گرد اینجوری شکل، حالا خیلی تیز نباشن، خیلی فرقی نمیکنه. حدود 3 4 یا 5 تا دونه سنگ بستگی داره حالا به موادی که میخوایم بریزیم. حالا تقریبا یه 200 گرمی میخوایم درست کنیم با اینقدر سنگا رو که میریزیم باید مشمع اینجوری شفت باشه. بعد از موادمون که توی ویدیو قبلی درست کردیم حتما بریم اون ویدیو رو نگاه کنید. کاملترین آموزش ساخت اکلیل سرنج میپاشیم اینجوری اطراف مشمع و وسطش. خب حالا بخوایم همچین خوب و خوش دست بشه باید اینجوری همه شغل یه خورده تکونش بدیم تا مواد با سنگا قاطی بشه بیا وسط. بعدش کف دست فشارش میدیم و اینجوریش میکنیم. قشنگ میپیچونیم پلاستیک خوب سفت بشه. بعد میریم سراغ چسب کاریش. اول چسب رو حالت به علاوه شکل آروم دورش میپیچیم. بعد که پیچیدیم چسبمون رو اینجوری میکشیم قشنگ چسبمون رو قشنگ میکشیم که قشنگ مواد سفت بشه دیگه. حالا ترقمون باید یه جوری مواداش و سنگاش با هم دیگه سفت بشه. خیلی هم محکم نکشید چسب و ممکنه منفجر بشه. دقت داشته باشید که نباید از نوار چسب کلا همه جاش باید نوار چسب پیچی باشه، نباید جدا باشه. خب این از ترقمون. بریم برای تست. خب اومدیم این ترقمون رو تستش کنیم. اینجا صداش ببینیم که چجوری. اینجا بگیر. وای عجب صدایی داد بچه‌ها. حالا توی ویدیو معلوم نیست که صداش، ولی با هدفون گوش بدید قشنگ صداش میاد. اون هم ردی که مونده اونجا. ممنون میشم که چنل ما رو سابسکرایب کنید، منتظر ویدیوهای بعدی باشید. کلی پروژه داریم تو راه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.